دوستان عزیز السلام علیکم. روزی هر یک شما بخیر شده باشه. انشالله در بهترین اقدام در بر ما باشیم و بهترین صدقات های و گفتنمون دوستان عزیز یوده از 240 دستوریکان ما نقشه داریم که در ناحیه فرهاد جماعت ظفر دهه نوبادی بالا یک آشخانه زمانوی کنیم، چون که نیاز به نام آشخانه دارن. هممون در خوردیمون میدونیم که خیلی خوب و بهتر بود. از همتون احترامانه خواهش میکنم برادر جانا در این اقدام در بر ما بایستین، ما را دستگیر کنین. انشالله بهترین اجر ثواب شه خداوند نصیب هر یک کدام ما شما میکنه. شاید که خودت بگوی برادر جان با یک سیم چی میشود، ذره ذره جمع شود، میگه همه دریاها بند شود. انشالله ما میندار میشیم. نگفتنمون نامه را در روی اکران با نام زیازاده احسان جان میبراید 903 00 76 78. در همین نامه را هر چیزی که میتونی دستگیری که قوت به توانایی نمیتونی برادر جان نوارا با دوستو با رفیقات پدیده سکین. انشالله بهترین کاری امری ثواب میشود. از رفت کار در ناحیه فرهاد جماعت ظفر دهه نوبادی بالا هر روز ما نوارا را در شبکه‌های اجتماعی میپرتیم. شما خودتان شاهد حال میشین که ما در یک جایگی یک گوشه از وطن آباد میکنیم و زیاده از 250 نفر دستوریک‌ها خوشبخت خرسند میکنیم. دوستان عزیز به خاطر فرزندکمون نوبسته در کجای باشه نباشه خیر برای روز آخرت ما باید ما یک چیز تیار داشته باشیم. همین هم چیه خیری که امروز میکنیم. همه کسا یجا میشیم در همین اقدام چیکار میکنیم؟ دستگیری میکنیم. خواهش دوستانه نوارا به همه گروه ها پرتین. در حق ما بنده دوره فراموش نکنین. با شما بودم دودرتون رحیم جان.